حجت شرعی ندارن. لیکن در جامعه ترمیزی آمده است که عایشه مادرمان ای جوگه خوش نقل کردگی گفته است تا زمانی که ما با پیامبر همخوابه میشیدیم نه وی از من میدید نه من از وی میدیدم. این امام ترمیزی در کتاب سنن خودش آورده. خب معامله عایشه با پیامبرمان، لیکن فقهای ما همین مذهب حنفی اجازه دادن که زن اگر با دستش از مرد میساز کنه، مردک با دستش ای زن میساز کنه، خب یا اینکه مثال مردک از بگیم پیشی بری زنک بوسه کنه، اینا هیچی باقی ندارن. من زور میاد نمیتونم خیلی بفهمونم، زیرا که این سخنهای هستن برادر عزیز که فردا اینها را گوش میکنن یگان خیری نمیاده در راستای من شخصا. لیکن من مقابل همون طرز خانه‌داری هستم که امروز برای مردم دلیل و حجت میکنن. برادرای عزیز، همین شیخ سعدی یک شعر زیبا داره، میگه طیران مرغ دیدی؟ میگه وقتی مرغ در آسمان میبینی پریده سای لذت میبری که این من تری پریده بتونم. طیران مرغ دیدی؟ تو زی پایبند شهوت بدر آی تا ببینی طیران آدمیت. تا همین بنده شهوت نشه رنگ همون پرنده هم پرواز میکنی. یکی امروز ما همین شهوت شرانی مانه از همه بالا میدونیم. چند آدم ها به خدا قسم زنکا زنگ میزنن با آبی دیده بابای حاجی شوهر میگه که اگر همین کار نمیکنی داد نمیتونم. من چیکار کنم؟ بیننده اگه همین نخواه همین دعای زیبای نازنین به همون چیز سویلی سرت مانه تا در دهن همون زنک نمیمودش داشته ای گمشه خطم دعاتم به همه باشم هم تری میگم این چی دعا بود است که تو بگی همین کار بکن من تو را دعات میتونم. برادر عزیز و گرامی تماما به خدا در همین آدم عقل سالم داشتگی همین چیز موافق نمیاد و طبیعت آدم سالم هم همین چیزا برداشت کنه نمیتونه. اگر طبیعت سالم باشد، یکی اگر طبیعت سالم نباشد او همین دهن هر جدا زدن میگیری. برای همین ما این چیزا برادر عزیز جانبدار نیستیم هیچ کدام تا برای که یگان دلیل شرعی در همین وجود نداره. ای پیامبر، اصحاب پیامبر، از تابعین همین چیز صورت گرفته باشد نیست. خیلی سکرت که همون جاگای خوشه ما را مقصد